بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان گرامیان، هر کجا که هستید. توفیقات روزافزون الله متعال قرین راه شما باد. الله رو سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب گردید تا همراه شما عزیزان گرد هم بیایم برای صحبتی دیگر، درد دلی دیگر، در موضوعی دیگر از موضوعهای سفره دل. امروز هم به مانند برنامه‌های گذشته جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز همراه ما خواهند بود، اما با فاصله دورتر و به حمدالله الله رو شاکریم که صحیح و سلامت به فضای گرم خانواده بازگشتند و سبب خوشحالی و مسرت خانواده شدند. و در ابتدای برنامه من عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت جناب دکتر و خسته نباشید خدمت جناب دکتر که لطف فرمودند با وجود خستگی مسیر و سفر که به تازگی رسیدند باز هم سفره دل رو فراموش نکردند و شما عزیزان و ما رو قابل دانستند تا بار دیگر از صحبت‌ها و از نصایح ارزشمند این بزرگوار استفاده بکنیم. جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب احترام در ابتدای این برنامه. بعد هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و خدمت دستاندرکاران شبکه جهانی مثال حق و خدمت تک تک شما بینندگان عزیز. سلام بنده رو، خانواده بنده رو، بچه‌ها رو، همه رو پذیرا باشید و از اینکه باز هم در فرصتی دیگر در خدمت شما هستم بسیار خوشحال هستم و امید است که انشاءالله بتونیم در این لحظات گریهی از گره های کور جامعه رو با هم باز کنیم. در خدمت شما هستم. خدمت از ماست جناب دکتر. ما درمون تنگ شده بر جناب دکتر در همین فاصله کمتر از یک شبان روزی که از ما جدا شدند و دوری دوستان و عزیزان و دوری احباب انسان رو اذیت میکنه و آزار میده و یک زخم، حالا بگیم زیباست، زخمی است که از یک طرف زیباست، احساس محبت نسبت به دوستان از یک طرف دیگر زخم است. اما این دوری وقتی که در فضای خانواده بین دوستان و آشنایان دیروز، به تعبیری دقیق‌تر بین همسران دیروز، بین اون دو عزیزی که قرار بود یار و همراه و همسفر زندگی یکدیگر باشن اتفاق میفته، رنگ و روش متفاوت با دوری بین دو دوست به خاطر یک سفر هست. وقتی که شرایط کاری، وقتی که شرایط زندگی انسان رو از هم دور نگه میداره خیلی قابل تحمله. میگن خوش است اندوه تنهایی کشیدن، به امید دوباره باز دیدن. اگرچه سخت باشد فرقت یار، در او شیرین بود امید دیدار. اما وقتی صحبت از یک جدایی در کانون پرمهر خانواده مطرح میشه، اینجا دیگه اون جدایی و دوری یک همسر به خاطر شرایط کاری و به خاطر مسافرت و یا به خاطر هر دلیل دیگری که شرایط زندگی ایجاب میکرد نیست، بلکه اینجا دوری قلب هاست، دوری دل هاست. گر در یمنی چه با منی پیش منی، گر پیش منی چه بی منی در یمنی. این وصف حال، این تفاوت این دوری هاست. وقتی که دو قلب در محیط خانواده از هم جدا میشن و دور میشن، یک مقوله تلخی به نام طلاق خودش رو نشون میده و بروز میکنه و مطرح میشه. ما درباره این مقوله تلخ، درباره این واژه تلخ، درباره این زخم عمیق صحبت کردیم و درباره عواملش گفتیم، درباره اسبابش گفتیم، درباره آنچه که ما رو به این مرحله میرسونه. درباره اینها به تفصیل در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان سخن گفتیم.
تا حتی الامکان در این میدان واقع نشیم. اما احیانا بعضی وقتها به مرحله‌ای میرسیم که ما در اون مرحله دیگه به این نتیجه میرسیم که واقعا وصله تن هم نیستیم. به این مرحله میرسیم که احساس میکنیم باید این زخم رو بالاخره یک جوری باید درمانش بکنیم، ولو اینکه با قطع عضوی از بدن باشه. وقتی که میبینیم هیچ راهی برای درمان این عضو بیمار نیست و وقتی که میبینیم دیگه این عضو قادر به همراهی بقیه بدن نیست، مجبوریم که این عضو رو به خاطر حفظ بقیه بدن این رو از خودمون جدا بکنیم. ولی یک چیز رو نباید ما فراموش بکنیم. وقتی که ما درباره طلاق صحبت میکنیم، وقتی که مجبور هم میشیم از طلاق سخن بگیم، هنوز اون وظیفه انسانی، هنوز اون وظیفه ایمانی و اسلامی بر گردن ما هست. اون شخصی که تا دیروز محرم اسرار ما بود و ما لباس تن او و او لباس تن ما و هیچ چیزی از ما پوشیده نداشت و ما هم هیچ چیزی از او پوشیده نداشتیم، شایسته نیست، منصفانه نیست، جوانمردانه نیست که انسان در طلاق با این شخص، در رابطه طلاق، در عمل طلاق، وقتی که جدایی صورت میگیره، به گونه‌ای رفتار بکنه که در شأن یک انسان مسلمان نیست. وقتی که به طلاق میرسیم به بنبست، آیا میشه که این طلاق رو به شکلی صورت بدیم و به شکلی انجام بدیم که یک تعبیر، یعنی یک برداشتی به نام طلاق موفق داشته باشیم؟ آیا میتونیم ما طلاق رو هم تقسیم بندی بکنیم به طلاق موفق یا ناموفق؟ آیا طلاق موفق هم داریم اصلا؟ آیا میشه این دوتا واژه‌ای که در ظاهر قطب منفی همدیگر هستن رو کنار هم گذاشت؟ طلاق و موفق. آیا میشه طلاق موفق هم داشت؟ طلاق موفق مثل ازدواج موفق، ازدواج ناموفق، میگیم فلانی ازدواج موفقی داشت و به هر حال موفق بود در زندگیش و در ازدواجش. به هر حال یک سری معیارهایی ما برای این ازدواج در ذهن خودمون داریم، برای موفقیت این ازدواج، که بر اساس اون معیارها ما میسنجیم. ما یک ازدواج رو در میزان معیارهای خود قرار میدیم و اون رو به موفق و ناموفق تقسیم بندی میکنیم. آیا در مسئله طلاق هم ما میتونیم که طلاق رو به این دو قسمت تقسیم بکنیم، طلاق موفق یا ناموفق؟ این برنامه رو ما اختصاص دادیم به صحبت در این موضوع. میخوایم با شما عزیزان در موضوع طلاق موفق صحبت کنیم. خود عنوان برنامه شاید زیاد جالب نباشه و یا شاید تازگی داشته باشه برای بسیاری از عزیزان. طلاق موفق، آیا اصلا میشه طلاق موفق باشه یا نه؟ و اصلا طلاق موفق به چه معناست؟ جواب این سوال رو از جناب دکتر نور محمد عمرایی عزیز، کارشناس محترم برنامه خواهیم شنید. جناب دکتر، عرض سلام مجدد و پرسش متوجه شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بیایید اصلا ما نگاه کنیم که ببینیم اصلا پروسه طلاق در اسلام بیانگر چی هست. اسلام میاد میگه که آقای انسان، من برای شما احترام قائلم، به شما آزادی دادم، شما عقل دارید، درایت دارید، شما مثل موجودات دیگه نیستید، بر مبنای عقل و درایت خود تصمیم بگیر. حتی اگر خواستی قضیه طلاق مطرح بشه، این رو به اصطلاح برنامه ریزی کن بر مبنای عقل، آزاد هستی. این یک نوع کرامت الهی است که خداوند متعال به انسان ارزانی کرده که حتی در مورد طلاق که بسیاری از ادیان موندن در توش، که به ما چیکار کنیم؟ اومدن به اصطلاح قضیه طلاق رو اصلا در قاموسشون حذفش کردن، یا دختر به اصطلاح با
لباس سفید میاد تو خونه بخت و با لباس سفید، با پارچه سفید کفن از خونه میره بیرون. هیچ راهی دیگه ای نگذاشتن. خب اینجاست که ما به اصطلاح ارزش طلاق رو میفهمیم. قضیه طلاق وقتی میگی موفق، همون قضیه به اصطلاح یک عمل هست. عمل جراحی میتونه موفق باشه، میتونه ناموفق باشه. و یک عمل جراحی، چه وقت انسان میره دنبال جراحی؟ یک وقتیه که دیگه ناگزیر هست، هیچ دارو و درمانی، هیچ علاجی، هیچ نمیدونم حکیم و دکتر و پزشک و کسی نتونه جوابی بده. اینجاست که دیگه ما مجبورن میریم دنبال عمل جراحی. حالا دیگه خیلی ابلهانه است که عمل جراحی عبارت از چی است؟ اینه که ما یه چاقو بگیریم شکم طرف رو پاره کنیم. خب این چاقو گرفتن، شکم طرف رو پاره کردن، خب میشه تو خیابون این کارو کرد، میشه به اصطلاح در طی یک پروسه معینی در اتاق عمل توسط افراد معین و مشخص و متخصص، اونها این مسئله رو به اصطلاح مدیریت کنن تا جواب درست ببینیم. ببینید ما با یک واقعیت روبرو هستیم. فرار از واقعیت راه حل نیست. الان که از دوستان بیاد بگه که آقای سلیمانی با برنامه طلاق موفقشون میخوان که به اصطلاح جامعه رو تشویق کنن به طلاق. به اصطلاح بیانگر چه هست؟ بیانگر این است که ما میخوایم واقعیت رو سرمون رو بذاریم زیر خاک، چون که ما دیگران رو نمیبینیم تصور کنیم دیگران هم ما رو نمیبینن. ببینید الان ما در زبان آمار کشوری خودمون به یک آمار وحشتناکی داریم. مثلا طی نرخ طلاقی که در ایران برآورد شده، سازمان ثبت احوال کشور در 9 ماه نخست سال 1394 میگه که آقا نسبت ازدواج 3.4% کاهش یافته، در حالی که باید افزایش پیدا میکرد، و نسبت طلاق 4.2% افزایش پیدا کرده. یعنی ما الان طلاقمون بیشتر از ازدواجمون شد. یه روزی میاد که دیگه نمیدونیم که به چه وضعی میرسیم. با این روند اگر ما پیش بریم، وضعمون همون وضعی میشه که الان به اصطلاح در جامعه غربی ما داریم. الان در روزانه در ایران 381 به اصطلاح خانواده از هم جدا میشن. حالا این چی است؟ این آمار داره از افرادی حرف میزنه که اینها رفتن ثبت احوال، ثبت کردند، از هم جدا شدند، رسما از هم جدا شدند. خب حالا ما چقدر آماری داریم که طلاق عاطفی در خانواده ها صورت گرفته و بنا به دلایلی به اصطلاح زیر یک سقف مجبورن زندگی میکنن؟ چه آماری داریم اونایی که قهر کردن، خانم رفته به اصطلاح خونه با پدر مادرش و جوون هم به اصطلاح یا تنهاست یا رفته خونه پدر مادرش و از هم جدا شدن، ثبت نشده و اینا رو وقتی بیایم کنار هم بذاریم، یک آمار وحشتناکی به اصطلاح دستمون میاد. یعنی ما داریم حرف میزنیم از مثلا در جامعه 20% از ازدواج موفق داشته باشیم، 80% ناموفق باشه که حالا یا به طلاق کشیده یا جدایی کامل هست یا به اصطلاح قهر است یا یه به اصطلاح حالت از طلاق عاطفی که در خانواده ها هست. حالا سببش چی هست؟ تورم هست، نمیدونم مسائل جنسی هست، خیانت هست. این بذاریم کنار که البته تورم اینجا اگر اجازه بدید من یک مورد رو مطرح کنم که اینو بسیاری از بینندگان مطرح میکنن که من وضع اقتصادی خوبی ندارم، نمیتونم ازدواج کنم، فلان کنم. ببینید ما وضع اقتصادی سد راه ازدواج نیست. اون چیزی که سد راه ازدواج هست توی این کله خوابیده. اون مخ وقتی میاد به اصطلاح دیدش اشتباس از زندگی، آقا طرف به اصطلاح درآمدش 20، میخواد که دختر آقای رئیس جمهور رو بگیره، کمترش هم راضی نیست. شما وقتی که به اصطلاح پای تو به اندازه گلیم خودت دراز میکنی، وقتی میبینی که آقا درآمدت 20، میری از خونه به اصطلاح خواستگاری میکنی که یه پدریه 5 تا دختر داره، خانواده 5 نفره 6 نفره رو داره، با درآمد 30 میچرخونه. وقتی شما رفتید به اصطلاح با درآمد 20 اونجا خواستگاری، اونجا دیگه نمیگن که شما درآمدتون کمه، اونجا نمیگن که شما به اصطلاح مشکل اقتصادی دارید. اما مشکل ما این است
که همیشه وقتی که به اصطلاح همیشه میخوایم که جایی بریم که یک لقمه چرب و نرم بیشتری گیرمون بیاد. خب اینه که دیگه به هر حال صد راه سر راه میاد و به اصطلاح فضایی که در جامعه حاکم است، فرهنگی که در جامعه حاکم است. الان وقتی ما میگیم که به اصطلاح طلاق موفق یعنی چی؟ آقا ما در یه پروسه‌ای با هم شراکت کردیم، پروسه ازدواج. ما اومدیم بر مبانی خاصی یک ازدواجی رو صورت دادیم. این ازدواج حالا سبب اختیار ما چی بود؟ مال بود، زیبایی بود، نمیدونم موقعیت اجتماعی بود، دیانت و پایبندی طرف بود، هر چی بود ما اومدیم ازدواج کردیم. بعد در مبنای این ازدواج در کنار هم که قرار گرفتیم، ما مرحله دوم رو باید میرسیدیم که مرحله عشق و محبت و تفانی و ذوب شدن در همدیگه بود. این مرحله رو باید میرسیدیم، اومد و نرسیدیم. خب حالا چرا نرسیدیم؟ این بازم برمیگرده، بیشترش برمیگرده به عینکی که ما به چشممون زدیم. عینک ما چی بود؟ هدفمون از زندگی چه بود؟ آقا هدف نمیدونم ثروتمندی بود. خب ثروتمندی اومدیم دیدیم که بابا هرچه جلو میریم این تشنگی برطرف نمیشه. یه ثروتمندی که ما در تصورمون بود به اون رسیدیم، یه ویلا زدیم نشد، 2 تا زدیم نشد، 3 تا میخوایم بزنیم. در همین حرص ما داریم ذوب میشیم، احساس آرامش نداریم، خوشبختی نداریم، داریم به اصطلاح نفله میشیم. خب این باعث شد که دیگه بزنیم به کله هم دیگه و به فکر این باشیم که از هم جدا باشیم. قضیه آقا خوشگلی طرف بود که چشامو گرفته بود. خب خوشگلی اومد باز هم ما رو نتونه سیراب کنه. تازه وقتی که طرف رو ازدواج کردیم دیدیم که 10 تا خوشگل دیگه تو تامین تو خانواده پیدا شد. اون طرفتر رو که نگاه کردیم 100 تای دیگه خوشگل‌تر باز پیدا شد. باز این آتش ما رو سیراب نکرد. آقا موقعیت اجتماعی، آقا اینا از یه خانواده مرفه هستند، از یه خانواده فلان هستن، فامیل فلان هستن. رفتیم بابا فامیل فلان هم شد، ازدواج کردیم به خاطر فامیل فلان. دیدیم ای بابا تو این فامیل هم آسمون همون رنگه، اینا هم مثل ما آدمن، مثل ما اون چیزایی که به اصطلاح با دبدبه‌ای که ما میشنیدیم صدای دهل بود که از دور خوش بود، نزدیک اومدیم دیدیم همون صدای به اصطلاح خود ماست. باز این هم آتش ما رو سیراب نکرد. یک به اصطلاح لغزش‌هایی بود که ما تصورات اشتباهی داشتیم، یادمون رفته که ما سیستمی که خداوند متعال ما رو بر روی اون برنامه ریزی کرده سیستم بی‌نهایت هست. تا ما به بی‌نهایت نرسیم، نه اصحاب یا در خط بی‌نهایت مسیر رفتن به سوی بی‌نهایت واقع نشیم، امکان نداره که ما احساس خوشبختی و احساس رضایت بکنیم. در واقع ما یک قهر هستیم، با خودمون قهر هستیم، یک نوع انفصالی بین ما و خودمون، بین ما شخصی که در هر حرکت هست و در تصمیم گیری و برنامه ریزی و اجرا هست و بین اون سیستم داخلی ما که بر روی اون برنامه ریزی شدیم، یک به اصطلاح یک دوگانگی وجود داره. خب تا وقتی که این دوگانگی برطرف نشه امکان نداره ما احساس سعادت کنیم. خداوند متعال ما رو برای چی آفریده؟ خودشون میفرمایند که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف عبادت خداوند متعال هست. خب حالا که هدف عبادت خداوند متعال هست، تا وقتی که ما در این مسیر قرار نگیریم، همین مسیری که هر روز این رو درخواست میکنیم، آقای سلیمانی ما هر روز داریم میگیم که خدایا بار الها اهدنا الصراط المستقیم. من میخوام که بینندگان عزیز به این نقطه خیلی توجه کنند. یک نقطه جوهری است، بسیار ساده است، یک فرمول هست. این رو اگر گذاشتیم تو به اصطلاح مسیر زندگیمون، کل مشکلاتمون، من به شما همتون قول میدم که کل مشکلات برطرف میشه. ببینید آقای سلیمانی، ما خداوند متعال در هیچ آیه‌ای از قرآن کریم به ما نگفته که آقا بدو تلاش بکن زحمت بکش که پولدار بشی، بدو تلاش بکن خانه بخری، بدو تلاش بکن جنگ بکن دعوا بکن که ازدواج کنی صاحب بچه و زن و بچه بشی. آقا بگیر خودتو محکم بگیر که آقا خوشبخت بشی، عاشق بشی، محبت پیدا کنی، احساس امنیت و آسایش بکنی. هیچ جایی از قرآن کریم ما این دستورات رو صریح نداریم که آقا در این مسیر خودتو بکش، تلاش بکن، عرق بریز، جنگ بکن، دعوا کن، به این هدف برسید.
اینها حقوق هست، اینها حقی هست که باید برای ما تأمین بشه، باید به اصطلاح خداوند اینا رو برای ما برسونه. خداوند ما رو امر نکرده که در پی به دست آوردن حقوق خودمون باشیم، اما ما رو دستور داده که در راه خدا برویم، در مسیر اهدنا الصراط المستقیم حرکت کنیم. حرکت در راه خدا مساوی است با رسیدن به حقوقمون. ما در مسیر خداوند حرکت کردیم، در جهت دهی که بر مبنای اون سیستماتیک ما خداوند ما رو به برنامه ریزی کرده، در اون حرکت کردیم، خود به خود این مسائل دیگه حقوق ما به دست میاد. از حق من هست که دیگران من رو دوست داشته باشن. آقا با چاپلوسی و با نمیدونم اینا نمیشه که مردم تو رو دوست داشته باشن. با منافقت نمیتونه که مردم رو دوست به محبت مردم رو دوست داشته باشین. در سوالاتی که بینندگان مطرح میکنن خیلی ها این اعتراض رو دارن، آقا هر کاری من میکنم، من بهشون خوبی میکنم به من بدی میکنن، آقا من نمیگم فلان کنم همه با من در افتادن. ای بابا، مگه همه کون و مکان رو خداوند خلق کرده با جنگ با تو؟ این یک برداشت کاملا اشتباهه. مشکل کجاست؟ مشکل این است که این طرف نتونسته خداش رو به دست بیاره، با خداش مشکل داره، با خلق خدا به جنگ افتاده. اگر من با خودم صلح کنم یعنی با خودم صلح کردم، با خودم صلح کنم با خودم صلح کردم، مشکلاتم داره حل میشه. یعنی وقتی که محبت من به اصطلاح من محبت خداوند رو به دست آوردم، محبت به اصطلاح خلایق برای من تضمین شده است. آقا تا امروز ما داریم زنگ صحابه رو به سینه میزنیم، نه یکی از اون صحابه رو دیدیم، نه یکی از اون صحابه رو به اصطلاح باش نشست و برخاستی داشتیم، نه هیچ گونه خویشاوندی و به اصطلاح مسائل دیگه بود، هیچ ارث و میراثی هم ازشون به ما نرسید. همه ی حکایت چی بود؟ آقا رضی الله عنهم، خداوند از اونها راضی است. الان ما میاییم به اصطلاح اسمشون رو میبریم، اشکمون میریزه، احساس محبت عجیب و عشق و علاقه عجیبی به دست میاریم. من میرفتم استاد سلیمانی، خداوند متعال فرصتی داده بود چند وقت پیش، یک زیارت مسجد نبی صلی الله علیه و سلم نصیب شد. رفتم عرض ادب کردم خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد که برمیگشتم به حضرت ابوبکر و عمر یا به اصحاب بقی سلام میکردم یا به اهل احد سلام میکردم، ناخودآگاه اشکم میریخت. انگار چی؟ اینا همون افرادی هستند که به صورت سالیان باشون زندگی کردی، عزیزت بودن، نور چشمت بودن، تازه همین دیروزه که از کنارت به اصطلاح رفتن وفات کردن. همچین شعوری به دست میده. حالا این شعور از کجا اومد؟ مشکل اینجاست که ما نیومدیم رابطمون رو با خدا. خب حالا من میخوام رابطمون رو با خدا درست کنم، چی کار کنم؟ آقا مسیر خدا حرکت کن. مسیر خدا چی هست؟ همون صفات الله. خداوند میخواد که ما دانشمند بشیم، به طرف علم بریم. خداوند ما میخواد، خالق هست، میخواد که ما خلاقیت داشته باشیم، ابتکار داشته باشیم. خداوند متعال از ما میخواد که در فکر جامعه باشیم، در فکر دیگران باشیم. این کارا رو کردیم، بعدش چی میشه؟ آقا روزی پس چی شد؟ روزی بابا این کارو بکن ببین که روزی مثل علف میریزه، از این ور اونور میریزه، به صورت جلو سبز میشه. اون طرفی که اومد خلاقیت کرد، همین اینترنت رو درست کرد، چی کار کرد؟ شاکار نکرد، نه؟ رفت یک خلاقیتی به خرج داد، الان پول میریزن جلو زیر پاش، نمیدونه چی کارش کنه. طرفی که اومد فیسبوک رو درست کرد، الان داره زیر پولاش غرق میشه. قضیه اینجاست که ما بیایم درک کنیم. ببینیم یک مسیری هست، اون مسیر رو ما داریم اشتباه میریم. عزیزان من، خداوند متعال میفرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها. اگر بچه‌هاتون، ببینید این مسائلی که مسیر فکر ما رو منحرف میکنه و باعث میشه که ما در زندگیمون افت کنیم. چی هست؟ آقا فرزنده، آقا پدر و مادر و خیشا هستن، آقا برادرها هستن، آقا زن و بچه هست، آقا نمیدونم خانواده و خیشا، آقا مال و ثروته، آقا تجارت و بازرگانیه، آقا مساکن و ترلانه هاست، خونه و زندگی و کاخ و ایناست. همه اینها هیچ ارزشی نداره. ارزش کجاست؟
اگر اینها پیش شما با ارزشتر بودن، عزیزتر بودن از خدا و رسولش، از خدا و رسولش، و سوم و جهاد فی سبیله، و جهاد در راه خداوند. خیلی جالب است، خدا و رسولش مبنای ایمانی، جهاد در راه خدا جدا، تلاش و سعی. این تلاش و سعی اگر اینها این محبت خدا و رسول رو اولویت قرار بده، جهاد و تلاش در راه به ثمر رساندن این دین، این مفاهیم. الان ببینید همین آقای سلیمانی که الان به اصطلاح جلوی روی ما مثل شاخ شمشاد نشسته، به اصطلاح از راه دور بوسه به محاسن زیباشون، الان پشت صحنه چه مشکلاتی داره ما نمیدونیم. خب مشکلات داخل خانه، نمیدونم مشکلات اقتصادی، نمیدونم مشکلات دیگه، دوری از فامیل و خانواده و فلان، همه اینا رو بذاریم کنار. اگر ما بیایم به این مشکلات نگاه کنیم و اینها رو یه درجه بدیم، نمره بدیم، این مشکلات آقا شد 80، این مشکلات رو آقای سلیمانی گذاشت کنار، اومد بر این مشکلات که نیازهای جامعه هست، نیازهای طبیعی هر انسانی هست، بر این مشکلات محبت خدا و رسولش رو برتری داد، اولویت داد، و اومد به جهاد در راه خدا و رسولش که الان جلوی ما نشسته. خب همه این خانواده رو گذاشت کنار، خیشان رو گذاشت، خونه، زندگی، همه اینا گذاشت، اومد جلوی ما. چی شد؟ اینجاست که یک عشق، یک علاقه، یک محبتی الان ایجاد شده که به جای اینی که 10 نفر از فامیل دوستش داشته باشن، الان میلیون ها نفر دوستش دارن، میلیون ها نفر براش دعا میکنن. خودش در داخل خودش احساس یک سعادت و یک آرامش و یک خوشی میکنه که اگر پادشاهان میدونستن چه احساس سعادتی به اصطلاح داره، شاید لشکرکشی میکردن تا ازش به زور بازو به اصطلاح بگیرن. ببینید وقتی که طرف اومد به اصطلاح پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به صحابه فرمودن اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم فیما بینکم، آیا به شما یاد ندم یه فرمولی، یه چیزی که اگر شما اون رو انجام دادید بین شما محبت و عشق و عاطفه زیاد میشه؟ خب کیه که اینو نخواد؟ صحابه گفتن بلا یا رسول الله. گفت راحت افشوا السلام بینکم، آقا سلام رو در بین خودتون منتشر کنید، به هم دیگه سلام کنید. اگه من قرار با سلام دشمنم رو به دست بیارم، اگه قرار با سلام محبت اطرافیانی که اصلا نمیشناسمش رو به دست بیارم، چطور نمیتونم با سلام عشق و محبت خانواده‌ام و همسرم رو به دست بیارم تا مثلا برسه به سرم بخوره به سنگ و قضیه طلاق مطرح بشه؟ قضیه اینه که سلام یعنی اینی که من برای شما سلامتی، امنیت، آسایش رو فراهم میکنم. از طرف من برای شما فقط محبت است و عشق است و امنیت و آسایش. این رو وقتی که من به خانمم بگم، در عین حال همیشه هم دعام این باشه که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. بار الها به ما ببخشای، ارزانی کن به ما از خانواده هامون، از زن و بچه هامون چشم روشنی و ما رو سرمشق و ما رو به اصطلاح گل سرسبد جامعه قرار بده که دیگران از ما رنگ بگیرن و از ما بو بگیرن. وقتی که من میام و قرآن رو میخونم و میبینم که خداوند متعال به من میگه که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، هر کسی که چه زن باشه چه مرد باشه کار نیکو انجام داد و اون مؤمن بود، فلنحینه حیاتا طیبا، ما اون رو زندگی خوشبختی خواهیم داد و لنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون، و در دنیا و آخرت اجر و پاداشی بهتر از اون چیز فعالیتی که اون انجام میده، اون کاری که اون میکنه، اون هزینه‌ای که اون میکنه بهش میدیم. وقتی که قضیه اینطور هست، اینطور اگر ما برنامه ریزی کنیم، اصلا قضیه پروسه طلاق اصلا مطرح نمیشه. خب وقتی که ما این راه رو کج رفتیم، این رو درک نکردیم، میاییم سرمون میخوره به سنگ، قضیه طلاق شد. حالا طلاق اومد،
عشق نتونستیم برآوردش کنیم در این زندگی که به اصطلاح میثاق غلیظ گذاشتیم که عشق. این اتفاق میفته. پیامبران زناشون رو طلاق دادن. حضرت اسماعیل زنش رو طلاق داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم موردی قبل از ازدواج براشون پیش اومد. با عرض پوزش. پس یک واقعیت هست. حالا با این واقعیت ما چطور روبرو بشیم؟ با این واقعیت بیایم ببینیم آقا من ازدواج کردم، هدفی داشتم، این هدف برآورده نشد، الان میخوام جدا بشم. چطور بیام کاری کنم که کمترین ضرر رو اینجا به اصطلاح در این استثمار داریم کمترین ضرر رو داشته باشم. آقا ما بچه داریم، آقا ما نتونستیم برای بچه هامون به اصطلاح 2 زوج خوب باشیم، به اصطلاح زن و شوهر خوب باشیم در مقابل بچه هامون. حداقل بیاییم الان پدر و مادر خوبی باشیم برای بچه هامون. اگر با از نمیتونیم در کنار هم زندگی کنیم، خب چرا نیاییم این رو برنامه ریزی کنیم که ما بیاییم به هر حال پدر و مادر درستی باشیم برای بچه‌مون. نتونستیم زن و شوهر درستی باشیم، حداقل پدر و مادر درستی باشیم. اینه که ما بیاییم، این به اصطلاح هدف از این برنامه ما این است که ما بیاییم یه پروسه جدید، یک دید جدیدی از طلاق به جامعه بدیم، غیر از اون دیده به اصطلاح وحشی خیلی کریهی که جامعه از به اصطلاح پروسه طلاق ساخته و خیلی بده هم. ببینید استاد سلیمانی، احیانا ما در جامعه با واقعیت‌ها طوری برخورد می‌کنیم که به اصطلاح انعکاسش به خود ما میاد آقا میگه که طلاق خیلی چیز بدیه، طلاق یک چیز نجسی هست، طلاق نمیدونم بعضیا میگن که نمیدونم یک روایت هایی از این و اون برای خودشون درست میکنن که آقا طلاق اگر نمیدونم چی هست که اگر وقتی کسی طلاق داد نمیدونم عرش الهی به لرزه در میاد و فلان، از این حرفای به اصطلاح چرند از طرف خودشون میارن. امکان نداره عزیز من. خداوند متعال وقتی که طلاق رو جایز قرار داد، خداوند خالق هست. خداوند اون کسی هست که یحل لکم الطیبات، تنها خوبی ها رو برای شما حلال میکنه. حتی همون روایتی که میارن ابغض به اصطلاح حلال عند الله طلاق، میاییم وقتی میاییم نگاه میکنیم که خیلی از علما در روش بحث دارن که آقا این حدیث ضعیف هست، نیست، اصلا ساختگی هست، نیست، یه به اصطلاح برای خودشون یک مبحثی هست. اما یک واقعیت هست که ما اومدیم به خط پایان، ته کوچه، هیچ راهی برای به اصطلاح برگشت نیست. اینجا خداوند متعال برای ما یک گشایش گذاشته. تصور کنید آقا بیان که بگن که آقا به اصطلاح کشورهایی یا شهرهایی که ما در اونجا به اصطلاح بیمارستان‌های خوب نداریم و بیماری هست، میخوایم عمل کنیم بیمار رو، خب آخرش چی میشه؟ نمیتونیم، پزشک نداریم، جراح نداریم، اتاق عمل نداریم، امکانات نداریم، این امکانات در ما برآورده نشده، آخرش چی میشه؟ آخرش تلف میشیم. آیا تلف بشیم بهتره یا اینی که بیاییم یه پروسه ازدواجی که ما درش موفق نبودیم این رو به یک پروسه طلاق موفق تبدیل کنیم تا حداقل به اصطلاح بتونیم مسیر زندگی رو به نحو احسن به پیش ببریم. حالا جناب دکتر در همین مواردی که شما اشاره فرمودید، با توجه به اینکه خودتون هم اشاره کردید جامعه ما دیدش نسبت به طلاق دید بسیار منفی است و اون رو شوم میدونه، اون رو یک چیز اصلا ناپاک میدونه و خیلی تصوراتی که نسبت به طلاق در جامعه ما هست بار منفی خیلی زیادی داره. حالا در همین راستا و با توجه به این فکر موجود در جامعه، ما برای اینکه طلاقی که انجام میپذیره، خدا نکنه حالا این اتفاق بیفته، ما همونجوری که شما اشاره فرمودید ما اصلا هیچ وقت تشویق نمی‌کنیم کسی رو اینکه به طلاق فکر بکنه و ما در برنامه‌های مفصل گذاشتن به تفصیل در این باب صحبت کردیم تا خدای نکرده اینجا نرسیم. اما به هر حال بعضی وقتا که حالا مجبور میشه یک خانواده‌ای واقعا به این نتیجه رسید که دیگه تنها راه حل ممکن برای برون رفته از مشکل طلاق هست، چه مراحلی رو باید ما پشت سر بگذاریم تا به این طلاق موفق برسیم؟ اگر بخواید شما چند مورد رو لیست بکنید چه مواردی هست؟ مثلا ما بعد شماره 1، شماره 2، شماره 3 این مراحل رو انجام بدیم تا
بتونیم که اسم این طلاق رو یک طلاق موفق بگذاریم. ببینید قضیه طلاق و پروسه طلاق از قضیه ازدواج به مراتب مهمتر است. ما در قرآن کریم یک سوره کامل داریم، در قرآن کریم یک سوره کامل داریم به نام سوره طلاق. یک سوره کامل از قرآن کریم قضیه طلاق رو مطرح میکنه، براش برنامه ریزی درست میده که آقا شما که به اصطلاح رسیدید به اصطلاح مسیر راه براتون بست شد، چه کار باید بکنید، خب مراحلی که باید طی بکنید، همه اینها رو قرآن کریم در یک سوره کامل برامون میده. ما سوره‌ای در قرآن به نام سوره ازدواج نداریم، به خاطر اینی که اگر یک ازدواج ناموفق شد، به این معنا که مثلا کسی میخواد، جوونی میخواد ازدواج کنه، ازدواج نکرد، بنا به دلایل موفق نشد ازدواج کنه، خب چی میشه؟ زمین به آسمون میاد، آسمون به زمین میشه. این خیر آقا، یک شخصی هست در یک بحرانی زندگی خواهد کرد، یک مشکلاتی رو طی خواهد کرد، اما یک شخص هست، بحران یک شخص هست. بیشتر شد در دختر بود، خب خانواده به اصطلاح بحران یک خانواده است، همه ذهن‌ها مشغوله. خب اما طلاق نه. طلاق الان بنای یک ساختمان‌هایی است که داره ویران میشه، یک روابط اجتماعی جدیدی است که ساخته شده. الان طرف میاد با کمال به اصطلاح خودخواهی یا با کمال به اصطلاح بی‌ظرفیتی حق دیگران رو پایمال میکنه، همه این روابط رو میخواد به هم بزنه. دو تا فامیل و خانواده‌ای که با هم دوست جونجونی بودن، میگفتن آقا اینا خویشای ما هستن، اینا از ما زن گرفتن، آقا اینا فامیلیا فلانی داماد ما هستن. چرا یک کسی از اون فامیل، از اون به اصطلاح شهر یا از اون روستا زن گرفته، کل این به اصطلاح منطقه با هم شدن فامیل و خویش و روابط. الان میخواد که یه نفر همه اینا رو به هم بریزه. ببینید چقدر ظلم اجتماعی داره صورت میگیره، چقدر خودخواهی داره صورت میگیره. اما خب به هر حال یک واقعیت هست. در حالا ما بگیم که 95% از مواردش کلن اشتباهه، کلن مسیر رو از سنگ اول به اصطلاح کج نهاده شده و به اصطلاح این ساختمان تا حالا کج اومده. حالا یا ریزش باید که جلو راش غیر از ریزش نیست. حالا به این مرحله وقتی رسیدیم، اینه که ما ببینیم الان وقتی میایم قرآن رو نگاه میکنیم، در واقع قرآن چطور طلاق رو مطرح میکنه. انگار که طلاق یک جنگ نیست، یک جنگ قبل از طلاق بوده، یک پیش لرزه هایی بوده. الان یک آتش بس اعلام میشه که این آتش بس در واقع همون زمانبندی طلاق هست، که بعد از این آتش بس ما صلح میکنیم. صلح به چه معنا؟ صلح به این معنا که یا ما برمیگردیم با هم میشیم، یا دو کشور جداگانه میشیم. انگار که یک به اصطلاح مشکلی توی یک کشوری به وجود اومده، جزئی از این کشور میخوان که از این کشور جدا بشن. خب ما چیکار باید بکنیم؟ آیا الان در سیستم سیاسی امروز ما چیکار میکنیم؟ یه وقتی بود که یک گروه انفصالی هی میزدند و میخوردند و کل کشور داغون میشد، با هم زد و خورد، کشت و کشتار سالیان سال، که چی؟ آقا ولایت فلان، استان فلان میخواد از این کشور جدا بشه. تا بخواد از این کشور جدا بشه 100 سال خون و خون ریزی هست. خب بهتر الان میکنیم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم که آقا رفراندوم میکنیم، میایم با هم میشینیم، اگر همه میخوان که جدا بشن خب جدا بشن، خب یا اگر همه نخواستن جدا بشن جدا نمیشن. یعنی ما داریم یک مسائل خودمون رو در زندگی چطور حل میکنیم؟ با یه منطقی برخورد کردن میایم با هم میشینیم، صلح میکنیم، یک منطقه، یک مدت زمان آتش بس اعلام میکنیم. در این مدت زمان 3 ماه 4 ماه 1 سال آتش بس از دو طرفین به صورت آتش بس اعلام میشه، زندگی به روال معمولی خودش میاد، ما ماییم، شما شمایید، اما در کنار هم هستیم و اینجا تصمیم میگیریم که آقا برگردیم مثل بچهای خوب کنار هم باشیم،
یا نه جدا بشید. جدا شدن صلح هست، در کنار هم بودن صلح هست، یعنی جنگ پایان پذیره. ما در واقع در مسئله ازدواج همچین مسائلی داریم. یک پیش‌لرزه هایی هست، این پیش‌لرزه ها کلا زندگی رو داغون کرده، ما نمیتونیم کنار هم درست زندگی کنیم، همش دعواست، همش مرافع است، همش نمیدونن جنجاله، هدفی که در زندگی داشتیم برآورد نیست. من میخواستم ازدواج کنم، هدفم از ازدواج چی بود؟ آقا هدف من این است که عبادت خداوند رو بکنم، مسیر زندگی رو جلو ببرم، غذا میخورم، خداوند متعال میفرماید کلوا و اشربوا، خب میخورم میآشامم که چی؟ که اون نیازهای طبیعی جسمم برآورد بشه تا بتونم کار کنم، فعالیت کنم، پیش برم. در مثل آب و آشامیدن هم ازدواج هست. ازدواج کردم تا استقرار پیدا کنم، لتسکنوا الیها بشه، آرامش پیدا کنم و مودت و رحمت ایجاد بشه. در این فضای مودت، رحمت، عشق، این فضا منو شارژ کنه تا در محیط زندگی بهتر و بهتر به اصطلاح عرض اندام کنم. الان نشد، این همش تو سری است و ذهن من مشغول است، فضای من یک فضای بحرانی است. همه اینها الان میخوام که جدا بشم. چی میخوام؟ اولین مرحله آتش بس هست. مرحله آتش بس، خب مرحله ای هست که ما تصمیم میگیریم که طلاق بدیم، اعلام میشه که آقا طلاق. خب الان این یک به اصطلاح پرچمی، حالا یه علامتی بالا شد که آقا طلاق صورت میگیره. آتش بس، مدت زمان آتش بس رو قرآن کریم در سوره طلاق مشخص میکنه که در این مدت زمان اولا قبل از اینکه آتش بس بشه حق ندارید به اصطلاح این پیام آتش بس یا طلاق در وقتی صورت بگیره که طرف مقابل یعنی همسر در یک بحران جسمی یا روحی یا رفتاری قرار داره، یعنی در مدتی که به اصطلاح در حیض هست یا در نفاس هست یا در همون پیریود یا عادت ماهواره‌اش هست. در این حق ندارید آقا، به هیچ عنوان حق ندارید. چرا؟ چون که این اصلا ظلم هست. شما دارید یک شخصی رو به اصطلاح میایید به اصطلاح به این میز مذاکره میخواهید که الان آمادگیش رو نداره. این مرحله ای هست که همسر یا هر بیش از 90% خانم ها این مشکل رو دارن. طبیعی است، از فطرت انسانی است که در این مرحله اینا دچار یک نوع انحرافات یا یک نوع بحرانها، بهتر بگم بحرانهای سلوکی، روانی و جسمی قرار دارن. بیمار تلقی میشن از نظر پزشکی. خب جسمشون در حال تغییر تحولات مشخصی است. از این تغییر تحولات جسمی روی روانشون تأثیر میذاره. اینا آدمای نرمال نیستن. بعد از اون احتمال داره که این واکنش سلوکی رفتاری انجام بده، میزنه، دعوا میکنه، فحش میده، عصبانی میشه، نمیدونم حرکتای بچه‌ها رو میزنه، یک حرکتایی از خودش به اصطلاح بروز میده که این حرکت‌ها در واقع طبیعی نیست. اینها در این حالت بحرانی به وجود میاد. پس در این مرحله هیچ کسی حق نداره که طلاق بده. خب در این مرحله گذشتیم، هیچ موردی نیست، آقا طلاق صورت گرفت. طلاق اول هست. طلاق اول مرحله آتش بس آغاز میشه. شما همراه همسرتون تو همون محیط حق ندارید از هم جدا بشید. تو همون خونه با هم زندگی میکنید. مدت 3 ماه رو در کنار هم زندگی میکنید. مدت 3 مرحله جدید از همین مرحله بحران جسمی که به اصطلاح طرف باش مواجه میشه اینا بگذره، پاکی بشه، زندگی بشه، روال طبیعی رو داره. همه اینها صورت گرفت. این مدت زمانی هست که ما در این مدت زمان در استقرار کامل میبینیم که نه آقا، با وجود همه نیازها، با وجود همه به اصطلاح دیدن خوبی ها و به اصطلاح سنجش خوبی ها و بدی ها، همه اینها ما باز هم به اصطلاح برای همدیگه ساخته نشدیم و باید جدا بشیم. هم جدایی برای من بهتره، هم برای همسرم، هم برای فامیل ها. خب هم به اصطلاح قضیه خانواده ها هم دخالت میکنند.
افراد به اصطلاح واسطه ها میان. به هر حال به نتیجه میرسیم که ما وصله تن هم دیگه نیستیم. خب در این مدت زمان یک مدت زمانی هست که حتی بچه ها با این واقعیت آشنا میشن و مدت 3 ماه بچه ها دارن آموزش میبینن که به یک مرحله جدیدی از زندگی منتقل بشن، که اون مرحله چی هست؟ مرحله ای هست که ما در آغوش یک زن و شوهری زندگی میکردیم که در بینشون مودت و رحمت و سکینه و آرامش می بود. این آرامش به وجود نیومد، مودت و رحمت کمرنگ بود. الان ما میخواییم منتقل بشیم به یک مرحله دیگه که اون مرحله پدر داریم، مادر داریم، پدرمون در یک خانه جداست، مادرمون در یک خانه جداست، یا حتی مثلا ما یک موردی داریم اینجا، آقایی اومد خانمش رو طلاق داد، خانمش 7-8 تا بچه داره. خب الان 7-8 تا بچه، سبب هم چی بود؟ طرف اومد ازدواج دوم کرد، خانم اولش دنیا رو به اصطلاح رو خودش خراب کرد و دعوا و مرافع و آخر که طلاق هم بده. هیچ هر به اصطلاح راهی که این بنده خدا رفت نشد. این به اصطلاح خانم پاشو گذاشته بود، هر 2 تا پاشو گذاشته بود تو یک کفش که مرغ یه پا داره و هیچ، آخر هم مجبورن طلاق داد. اما خب این خانومی که 7 تا بچه بزرگ کرده، به این مرحله از عمر رسیده، پدرش وفات کرده، مادرش وفات کرده، حالا کجا بره؟ خب اینجا بود که به این نتیجه رسیدن در همین مرحله به اصطلاح مرحله آتش بس طلاق، به این نتیجه رسیدن که بله ما از هم جدا میشیم، شما میمونید تو همین خونه، مادر بچه های من هستید، مادر بچه های خودت هستید و من پدر این بچه ها هستم، اما شوهر شما نیستم. خب شما در همین، خودش الان همسر با فرزندانش در یک خونه زندگی میکنه، پدر به فرزندانش رسیدگی میکنه، در این حال پدر یک خانه دیگه داره، هم این فرزندان این خانواده جدید با فرزندان خانواده قدیم خواهر برادر هستند، دوست عزیز هستند، هیچ مشکلی ندارند، پدر با فرزندانش مشکل نداره، مادر با فرزندانش مشکل نداره. یک فضای کاملا طبیعی است که یک ازدواج به اصطلاح یک ازدواجی که باید موفق می بود و مدت زمانی هم موفق بود الان به اصطلاح بنبست رسید. در مقابل این افراد چون عاقل بودند و میفهمیدند که قرآن چی میگه، یک طلاق موفق رو پایه‌ریزی کردن و الان زندگیشون هیچ مشکلی نداره. بچه ها مورد ندارن، پدر دارن، مادر دارن، اما پدر مادرشون به اصطلاح شوهر همسر هم دیگه نیستن، زن و همسر هم دیگه نیستن. خب اینه که ما وقتی که بیایم این مراحل رو طی کنیم، مراحل آتش بسی که به اصطلاح طلاق هست، که این بعد از اون میاد مرحله فراق میرسه. در طول این مرحله‌ای که ما داریم و این مرحله خداوند متعال اینقدر به ما رحم و شفقت داره که با وجود همه این سرکشی هایی که ما میکنیم، با وجود همه این کله شقی هایی که میکنیم، بازم به ما فرصت میده. یعنی یه مرحله گذاشت، آتش بس شد، اومدیم 3 ماه رو گذاشتیم، بعد همون لحظه های آخر گفتیم آقا بیا یه تجربه دیگه، بابا اشتباه کردیم. خداوند میگه باشه یه تجربه دیگه میریم، بازم هر یکی باز یه مدتی میگذره و هر یکی باز اسلحه خودش رو بلند میکنه و جنگ از سر نو، روز از نو، روزی از نو، باز میاییم به همون ته کوچه میرسیم که نه آقا طلاق، باز یک مرحله آتش بس دیگه، همون حکایت، همون به اصطلاح فرصت به ما داده شد فلان. این فرصت ها رو خداوند متعال به ما میده تا وقتی که دیگه ما ثابت کنیم که نه بابا ما دیگه برای وصله تن هم دیگه نیستیم. خب این 3 بار خداوند متعال این فرصت رو به ما داد. بعد از اون میشیم چی؟ بعد از اون هر یکی به اصطلاح راه خودش رو میره و یک تجربه ای که بارها تکرار بشه دیگه شایسته نیست که دیگه هی بار خداوند دیگه از قضیه آزادی دیگه اینقدر هم به اصطلاح
شلغم چی میگن شلغم شوربا نیست دیگه ما هر بیایم و به اصطلاح زندگی با زندگی دیگران بازی کنیم، با آینده دیگران بازی کنیم، جامعه رو به مسخره بگیریم، فامیل ها رو به مسخره بگیریم. تا یک حدی خداوند متعال این فرصت ها رو به ما میده. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر از توضیحات زیبای شما. اگر اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله موضوع رو ادامه خواهیم داد با علم به این موضوع که عزیزان میتونید ان شاءالله در پایان این برنامه سوالهایی رو که دارید به صورت تلفنی و زنده در برنامه مشارکت بکنید. عزیزانی که دوست دارن در موضوعات سفره دل، کلا موضوعاتی که مرتبط هست، نه جنبه فقهیش و مسائل طلاق، اینکه طلاق شده فلانی یا طلاق نشده، من 3 تا طلاق دادم، طلاق شد نشد، عصبانی بودم، اینا موضوع بحث ما نیست. اینا مسائل فقهیش میمانه برای برنامه فتوا که روزهای دوشنبه ان شاءالله برگزار میشه و میتونید به صورت زنده اونجا این رو مطرح بکنید. اما از لحاظ روانی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ رفتاری، آنچه که بعد اجتماعی داره، بعد روانی روحی داره و مرتبط به موضوع برنامه ماست، ان شاءالله میتونن عزیزان در پایان برنامه بخش آخر تماس‌های تلفنی شما رو هم خواهیم داشت. از این بعد ان شاءالله که بتونید به صورت زنده مشارکت میکنید در برنامه. میان برنامه‌ای می‌بینیم و برمیگردیم ان شاءالله. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ای فرزندان آدم، لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاه‌هایتان را می پوشاند و نیز لباسی که مایه زینت شماست و لباس تقوا بهترین لباس است. این از نشانه های الله است، باشد که پند بگیرید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. دعای برطرف شدن غم و غصه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ابو امامه انصاری رضی الله عنه فرمودند: آیا سخنانی به تو یاد ندهم که اگر آن را بگویی الله غم و غصه‌ات را از بین میبرد و بدهکاری هایت پرداخت می شود؟ ابو امامه می فرماید: عرض کردم بله ای رسول الله. فرمودند: هنگام صبح و شامگاه این دعا را تکرار نما. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی موضوع طلاق موفق و آنچه که مرتبط به موضوع طلاق هست. قبل از اینکه سخن را ادامه بدیم، عزیزانی که دوست دارن در برنامه مشارکت بکنن، سوالها، نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید از طریق راه‌های مختلف، از طریق صفحه فیسبوک سفره دل در شبکه جهانی وصال حق، همچنین از طریق واتساپ و یا از طریق تلگرام و یا از طریق پیامگیر صوتی و یا از طریق SMS برای ما روان بکنید و انشاءالله در 15 دقیقه پایان برنامه هم از طریق تماس تلفنی به صورت زنده میتونید با ما مشارکت بکنید و سوالهای خودتون رو که مرتبط به موضوعات مطرح شده در برنامه سفره دل هست مطرح بکنید و یا نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو. جناب دکتر، درباره طلاق وقتی سخن گفته میشه ما یک مرحله رو طی می‌کنیم که به طلاق میرسه. الان یک به هر حال زن و شوهر دیروز الان از هم جدا میشن و بیگانه میشن. الان خصوص وقتی که فرزند دارن این دو طرف، ما نمیتونیم تصور بکنیم که کلاً اینها هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن یا کلاً بتونن همدیگر رو فراموش بکنن، چون به هر حال فرزند سبب میشه که اینها به خاطر فرزندشون هم که شده همیشه بالاخره از هم خبر داشته باشن. حداقلش اینه که یعنی فرزند چون به هر دوتا متصل هست سبب میشه که این دو نفر رو تا حدودی به همدیگه نزدیکتر نگه داره. رابطه دو مرد و زن بعد از طلاق چگونه باید باشه؟ همچنین رابطه دو خانواده‌ای که به هر حال عروس و داماد از این دو خانواده بودن و طلاق گرفتن، الان ما وقتی که این دو نفر از هم طلاق گرفتن، آیا به معنای یک اعلان جنگ هست؟ آیا به معنای کلاً قطع رابطه بین دو فرد و دو خانواده هست یا نه به نحو دیگری باید برخورد بشه و به نحو دیگری هم میشه این رو ادامه داد؟ نظر شرع مقدس ما درباره افرادی که از هم طلاق گرفتن و نحوه برخورد اینها بر از طلاق چیست؟ ببینید، در جامعه متاسفانه همونطور که اشاره شد پس پیش‌لرزه هایی به وجود میاد که این پیش‌لرزه ها میاد ما رو میکشونه به طلاق. الان عقل ایفا میکنه، منطق اینو میگه که آقا یک به هر حال زلزله ای شد، تموم شد دیگه، نیاییم پس لرزه هایی رو ما نسازیم که این پس لرزه ها پیامدهاش از خود طلاق به مراتب بدتر میشه که باعث جنگ ها و دعواها و جدایی ها و همه اینا بشه. آقا ما با هم نساختیم، اولا ما دو شخص زن و مرد از هم جدا شدیم، این یه مبحث هست. مبحث دیگه خانواده ها به هیچ عنوان این مسئله به اصطلاح جدایی نباید در به اصطلاح در محیط خانواده، فامیل، جامعه رنگ بده. آقا دو نفر با هم نساختن، خب نساختن، جدا شدن، اینی که بعد ما بیاییم اون به اصطلاح بافته های اجتماعی که تشکل یافته بر اساس اون ازدواجی که صورت گرفت اونها رو به هم بزنیم، این دیگه ظلم هست. ببینید، خداوند متعال به هم نزد. وقتی که طرف رفت از یک خانواده دختر گرفت،
مادر اون دختر تا روز قیامت براش این محرم هست. مادر اون دختر تا روز قیامت برای این آقای داماد محرم شد، یعنی تا روز قیامت شد خالش، شد عمش. خب پس یک بافته های اجتماعی الان به وجود اومد. پدر آقای داماد تا روز قیامت برای این دختر، حالا چه عروسش باشه یا نباشه، محرم شد، یعنی تا روز قیامت این شد عموش یا شد داییش. خب پس ما جامعه حق نداره این به اصطلاح بافته هایی که بر اثر این ازدواج یه پروسه کاملا جدا از طلاق هست، هیچ ربطی به طلاق نداره. در پروسه ازدواج آقا اومد این دو تا فامیل با هم نزدیک شدن، یک بافته ها و یک تعرفه های جدید اجتماعی رو کار اومد. اینها تا ابد باید بمونه، نباید هرگز بنا به پروسه دیگه‌ای که طلاق هست، طلاق رو باید بذاریم فقط مال اون زن و شوهر. مشکل اون زن و شوهر هست، هرچی که به وجود میاد، بیگانگی، نامحرمیتی که به وجود میاد برای اون زن و شوهر به وجود میاد فقط. اما در این مرحله به اصطلاح فامیل نباید، نه فامیل ها رابطهشون همونطور که هست باید باشه. چرا؟ چون این فامیل ها الان حکایتشون از حکایت اون دو تا نفری که کله شقی کردند یا به هر حال با هم نساختند و جدا شدن نیست. الان روابط دیگه اجتماعی به وجود اومده، به خصوص اگر فرزندانی باشن. این فرزندان این طرف کوچه هم به اصطلاح مادر بزرگ، پدر بزرگ دارن، دایی دارن، خاله دارن فلان. اون طرف رودخونه مادر بزرگ دارن، پدر بزرگ دارن، عمه دارن، عمو دارن فلان. پس این فرزندان به اصطلاح گریهی رو که درست کردن، رابطه‌ای و صمیمیتی که بین این دو تا فامیل درست کردن، این ناگسیختنی هست، این ابدی هست. حالا شما دنیا رو به هم بریزیم، جنگ جهانی سوم و چهارم هم به راه بندازیم، این پدر بزرگ این ور کوچه هم پدر بزرگ این به اصطلاح بچه هاست، اون ور کوچه هم پدر بزرگشون هست، مادر بزرگ، دایی است، عمه است. همه این مثلا تعریف های جدید صورت گرفت. پس اینجاست که باید بگیم خانواده ها به هیچ عنوان حق ندارند در به اصطلاح روابط اجتماعی که صورت گرفته، که بسیاری از این روابط جانب شرعی و دینی داره، یعنی دایی و عمه و نمیدونم عمو و همه اینها برای این بچه ها محرمیت پیدا کردن، پدر بزرگ و مادر بزرگ محرمیت پیدا کردن. اینها پس به هیچ عنوان هیچ کسی نه این حق رو داره و نه این قدرت رو که اینها رو به هم بریزه. اگر ریخت، این یک ظلم اجتماعی است، یک ظلمی است که در مقابل این جواب داده میشه. اما به اصطلاح دو طرفی که از هم جدا شدن. آقا ما اومدیم بعد از یک آتش بس به این نتیجه رسیدیم که آقا ما وصله تن هم دیگه نیستیم، ما ازدواج کردیم به خاطر رضای الهی، الان طلاق میگیریم به خاطر رضای الهی، چون که میخوایم مسیر زندگی رو ادامه بدیم. با این وضعیت بحرانی که ما داریم، هر دو طرفمون به صورت یوزلس شدیم، هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، نمیتونیم مسیر زندگی رو ادامه بدیم. خب اینجاست که و این یتفرقا یغنی الله کلا من سعته. آقا این دوتا اگر از هم جدا بشن، خدا داره میگه این دوتا اگر از هم جدا بشن، خداوند هر یکی از اینها رو براشون گشایش‌هایی میاره، زندگیشون میره، این شوهر بهتر از اون پیدا میکنه، اون زن بهتر از اون پیدا میکنه، زندگیشون اونقدر گل میشه که اصلا همدیگه رو فراموش میکنن، هیچ اصلا روزی 10 بار هم سجده شکر میکنن که الحمدلله این عمل جراحی صورت گرفت. من چه عذابی داشتم میکشیدم، چقدر از افرادی که عمل کردن، جراحی کردن، الان اینقدر خوشن. آقا پدرم در اومده بود قبل از عمل، چرا به 2 سال پیش این عمل رو نکرده بودم؟ خودمون داریم این حرف رو در عمل جراحی میگیم، همین دقیقاً در ازدواج صورت میگیره. ببینید در سوره طلاق ما یه آیه ای داریم که این آیه رو نمیدونم اگر با الماس هم بنویسیم، روی به اصطلاح آسمون آویزونش کنیم، هممون روش هر روز نگاش کنیم، کمه. این آیه قرآن کریم میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا، یک قاعده کلی که این چکیده مبحث این طلاق به خاطر به اصطلاح
راهایی از یک بحران و رسیدن به اصطلاح حرکت در مسیر به اصطلاح رضایت الهی است. هر کسی که تقوای الهی رو پیشه بگیره در مسئله طلاق، خداوند براش گشایشی به وجود خواهد آورد و یرزقه من حیث لا یحتسب، و اون رو از جایی که اصلا در تصورش نیست، از اونجا خداوند متعال بهش روزی میده. و زن روزی هست، شوهر هم از جمله روزی ها هست که خداوند میده، غیر از گشایش های دیگه که هست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و کسی که بر خداوند توکل میکند خداوند اون رو رها نمیکنه، خداوند براش کافیه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. خداوند برای هر چیزی یک به اصطلاح برنامه‌ای ریخته، یک به اصطلاح هر چیزی حد حدود خاص خودش رو داره. پس ما نباید بیاییم خودمون رو ضایع کنیم با اون به اصطلاح برداشت اشتباهی که در جامعه هست که آقا نکنه که طلاق بگیری بعد کسی تو رو نمیگیره، نکنه که طلاق بگیری بعد نمیدونم همه بگن که آقا این مطلقه است کسی نمیگیره، یا این آقا زنی طلاق داده کسی نمیگیره فلان. آقا این طلاق بدنامی هست برای ما، آقا آبروریزی هست، فلان هست، میمونید بسوزید و بسازید. این یک برداشت کاملا اشتباه است. نه، زندگی ما ببینید یه بار زندگی میکنیم، زندگی نیست که ما یه بار تجربه کنیم خوب شد نشد باری دیگه، نه، یه بار یه تجربه است. الان یه تجربه درست داشته باشیم، از این زندگیمون لذت ببریم، در سعادت زندگی کنیم. همونطور که همیشه گفتم و میگیم که آقا ایمان مترادف است با سعادت. در زندگیت خوشبخت نیستی برو ببین که آقا کفش ایمانت ریگی داره، مشکل در ایمانت هست، ایمانت رو درست کن تا خوشبخت بشی. خوشبخت باشی حتما باید مؤمن باشی، مؤمن هستی باید حتما خوشبخت باشی. نشدی پس اینجاست که مشکل هست. اما اینه که ما بیایم بعد از طلاق، خب طلاق صورت گرفت، بعدش دیگه بیاییم به جای این که ما چرا از هم جدا شدیم که آقا الان در این وضع بحرانی ما نمیتونیم مسیر زندگی رو به درستی ادامه بدیم. خب این وضع رو برطرف کردیم، الان هر کی که باید بره سر خونه زندگی خودش، سر وضع بحرانی برطرف شد، بره دیگه زندگی رو ادامه بده. اما اینی که من بعد از طلاق بیام هم مقامم این باشه که این زن من بوده، من اجازه نمیدم که این رو کسی دیگه بگیره، این زن من بوده چون که من به اصطلاح از من جدا شده هر جا برم بد و بیراش بگم. این صفت منافقان هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از صفتهای منافقان فرمودند که و اذا خاصم فجر، وقتی که دعوا میشه دیگه شروع میکنه با فحش دادن و بهتان زدن و تهمت زدن. آقا اگر این حرفی که میگی راسته، خب غیبتش کردی، گناه کبیره. اگر نه واقعا دروغ میگی، بهتان زدی، اینم گناه کبیره، داری خودت رو داغون میکنی. ببینید ما در مسیر زندگی باید یک واقعیت رو خوب مد نظر داشته باشیم و اون اینه که ما در مسیر زندگی خودمون تنهایی که زندگی نمی کنیم. اگر من فقط خودخواهی و مسائل خودم مطرح بشم که دیگه داغونم. میام مثلا بگم هر وقت دیدید که کسی ازدواج طلاق گرفت، بعد از اون دنبال اینه که ببینه که این زنه شوهر پیدا کرد نکرد، نمیدونم فحش میده بهش، تو مجالس حرفشو میزنه این ور و اون ور، یا مرد یا زن، خب میفهمید که اینها طلاق موفق نداشتند، اینها عاشق همدیگه بودند، محبت داشتند. آقا یک کسی رو اگر شما دوست ندارید ازت جدا شد میگی الحمدلله، اصلا دیگه فکرش هم نمی کنی، الحمدلله که از شرش تموم شدن. خب اما اینی که به اصطلاح باز دنبال گیریش کنی، پس نه آقا شما مشکل نداشتید، شما یک بیماری داشتید و الا شما اگر دوستش نداری چرا دنبالش گرفتی؟ چرا مسئله اینه بد و بیراش اگر گفت یعنی اینه که دوستش داشته، یا اینه که نه مریضه، حسوده، نمیخواد که به اصطلاح خودش فکر میکنه که خودشو بدبخت کرد، میخواد که طرف دیگه رو هم بدبخت کنه. در این مسائل باید خوب مد نظر داشته باشیم. الان اگر ما بخوایم
اگر ما بخوایم این مسئله رو خوب بستش بدیم، من میخوام که یک نقطه رو بست بدم، واضحش کنم، بینندگان روش ترکیز کنن تا بفهمیم که به اصطلاح قضیه خودخواهی چی هست و ضررش به کی هست. مگه نه است که وقتی ما میگیم به اصطلاح ازدواج، میگیم ازدواج آقا، ازدواج برای چی؟ یعنی اینی که من میخوام یک عهد و پیمان ببندم. هدف از ازدواج این هست که طرف مقابل رو خوشبخت کنم. من دارم این میثاق غلیظ رو، این میثاق شدید رو با خداوند امضا میکنم که میخوام طرف مقابل رو خوشبخت کنم. در این سایه ازدواج آرامش، محبت و ایثار رو از خودگذشتگی و رحمت به وجود بیارم. خب اومدیم طرف میخواد، نه من میخوام که خواسته های خودم رو برآورده کنم. اگر این شد، این که شد زنا. زنا چی هست؟ در زنا یا در صیغه طرف چی میخواد؟ طرف میخواد خواسته ها و شهوت های خودش رو برآورد کنه. این رو اسلام قبول نداره. اسلام به هیچ عنوان قبول نداره که شما بخواید خواسته ها و به اصطلاح شهوت خودت رو برآورده کنی یه طرفه، به فکر دیگران نیستی، مسئولیت پذیری نداره. در زنا و صیغه طرف مسئولیت قبول نمیکنه، هدفش اینه که به اصطلاح خواسته های خودش برآورده بشه. همون تعبیر قرآن کریم از بخل، و من یبخل فانما یبخل علی نفسه. هر کسی که بخل و خسیسی بکنه در واقع بخل و خسیسی کرده بر خودش. این یک حالت بیماری هست، یک حالت مرضی هست. اما در چی به اصطلاح در خود مال، خداوند متعال در ثروت چی میگه؟ آقا این ثروت نباید پیش یک کس انباشته بشه، یک کس فقط و فقط اون بخواد خواسته های خودش رو برآورد کنه از این ثروت. باید خرج بشه. لکه لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، تا انبار نشه، احتکار نشه بین یک افراد معینی. نه خیر آقا، باید خرج بشه. این خرج شما اختیار دارید، یه فضای اختیاری خداوند گذاشته. خب بعضیا میگن که آقا من اختیار دارم پس نمیدم. یک فضای اجباری گذاشته که همون صدقه یا زکات باشه تا حرکت به وجود بیاد. حرکت دقیقاً مثل برکه آب. برکه آب بمونه، بعد از مدتی میپوسه. حرکت کنه همیشه به اصطلاح در گواراست و زیباست و خوبه و به اصطلاح استفاده میشه. حرکت یعنی چی؟ یعنی از دست دادن و به دست آوردن. آب میره، آب جدید میاد. در مسیر زندگی دقیقاً همینه که من در به اصطلاح فضای خانواده میدم و میگیرم، نه اینی که تنها بگیرم. در قضیه زنا و صیغه طرف تنها خواسته ها و به اصطلاح شهوت های خودش رو میگیره، هیچ مسئولیتی رو پذیرا نیست. در قضیه ازدواج مسئولیت پذیری است. حالا وقتی که مسئولیت پذیری است در کل به اصطلاح پروسه اینجوری است. وقتی طلاق هم شد مسئولیت پذیری است. یه مسئولیت من به خاطر رسیدن به بعضی از آرامش ها، نجات از بحران های معینی اومدم رسیدم به قضیه طلاق. الان که طلاق صورت گرفته در اینجا یک مسئولیت هایی دارم، یه حقی داشتم به دست آوردم که جدایی بود، خداوند این آزادی رو به من داد. بعد از اون مسئولیت هایی دارم. این مسئولیت ها ایفای حقوق دیگران هست. حقوق کسی که با هم مدتی رو سپری کردیم، الان من هیچ حقی ندارم هیچ گونه عیب و ایرادی از اون رو درس بدم. به هیچ عنوان من حق ندارم که برای کسی تعریف کنم که چه عیب و ایرادایی داشت و چه به اصطلاح مشکلاتی بین ما بود. تموم شد. الان اون شد یک به اصطلاح شخصی کاملا از من بیگانه و من کاملا از اون بیگانه. اما این بیگانگی، خب شما فرمودید بچه ها هستن، خب در این فضای بچه ها چیکار کرد؟ ما در جامعه به اصطلاح خیلی از افراد هستن که به اصطلاح نمیشناسیمشون، بیگانه هستیم با اونا، نامحرم هم هستیم. از نامحرم ها دختر دایی نامحرمه، دختر عمو نامحرمه، این خیشای به اصطلاح دخترای خیشان نامحرمن. زن در این به اصطلاح بعد از طلاق در واقع در همچنین مرحله قرار میگیره، در مرحله دختر عمو که به اصطلاح نامحرم هستیم
اما گریزی نیست از این که به اصطلاح با هم یک نوع روابطی داشته باشیم. وقتی من میرم به اصطلاح خونه عموم، از این گریزی نیست که به اصطلاح از دختر عموم بپرسم وضع حالش چطوره، مشکلی داره در رفع مشکلاتش به اصطلاح باش همکاری کنم، ازش بپرسم. به هر حال وظیفه من هست. مگه خویشاوندی صله رحم غیر از این چیه؟ الان این طرف مادر فرزندان من هست، این طرف پدر فرزندان من هست. الان من وظیفه دارم در مقابل ایشون به عنوان مادر فرزندانم ایفای وظیفه کنم. وضع اقتصادیش خوب نیست، باید بهش برسم. نمیدونم مشکلی داره، باید برم. بله نامحرم هست، اما خب نامحرمیت یک به اصطلاح فضایی ما هنوز داریم، یک میدان مشترکی هنوز داریم که بچه ها هستن. اگر بچه ها نبودن، ایشون رفت دور شد و خلاص، اینجا به اصطلاح قضیه مقداری بیشتر فرق میکنه. باز هم در هم، حتی اگر به اصطلاح بچه نبود، در همین فضا من هنوز یک مادری دارم که یک مادر پدری دارم که دخترشون رو دو دستی تحویل من دادن. الان یک رابطه اجتماعی در این زمینه با من ایجاد شد که وقتی الان ببینید حتی در عرف جامعه ما به پدر خانم یا به مادر خانم چی میگیم؟ یعنی ما در عرف جامعه خودمون بهشون پدر مادر میگیم. من هنوزم مثلا به پدر خانمم میگم بابا، به مادر خانمم خدا رحمتش کنه تا وقتی زنده بود میگفتم ننه جون. خب پس دیگرها هستن در همین محیط اجتماعی ما بهشون میگن عمو، عمه جون، عمو. خب همش همین حکایت هست که ما با یک واقعیت روبرو هستیم. الان این دختر عمو رو من باش نساختم. خب مشکل من با دختر عموست، با عمو و عمه نیست. خب اینه که باید هر چیزو یه دایره براش گذاشت، از اون میدان نباید بیرون رفت. روابط اجتماعی رو احترام گذاشت. این افرادی که به اصطلاح دختر به شما دادن یعنی چی؟ ببینید در مسائل ازدواج ما دختر نمیگیریم. خب ما وقتی که به اصطلاح از یک خانواده دختر میگیریم، در واقع ما داریم پسرمون رو دو دستی تحویل اونها میدیم. میگیم این پسر ما رو، حتی در عرف اجتماعی ما میگیم که بچه ما رو به غلامی میپذیرید. خب یعنی بچه ما رو به عنوان بچه خودتون قبول کنید. وقتی از خانواده دختر میگیریم، در واقع ما یک دختری به دختران خانواده خودمون اضافه میکنیم. حالا اومد قضیه به اصطلاح خوب نیومد، آخرش به اصطلاح این خیلی که ما زدیم ترشیش به اصطلاح درست نشد، یک ترشی خوب نداشتیم، برش میگردونیم. حالا که برگشتونیم دیگه معناش این نیست که به اصطلاح اعلام جنگ بکنیم، دعوا و مرافع را بندازیم. نه خیر، این دو نفر با هم نساختند، معناش این نیست که دو خانواده باید با هم بجنگن. معناش این نیست که بد و بیرای هم دیگه رو بگیم. همون روابطی که ما داریم اونا به جای خودش بمونه. این دو نفر هر کسی رو باز سعی کنیم این دو نفر رو هم یه جوری هر یکی رو به اصطلاح خونه وقتی بفرستیم تا مشکلات یه مقداری کمتر بشه. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید ما وقت باقی مانده رو به بینندگان عزیز اختصاص بدیم. از اینکه دوست دارید به صورت تلفنی مشارکت بکنید، شماره تماسی که برای شما عزیزان نوشته شده میتونید تماس بگیرید و در موضوع برنامه یا موضوعات مطرح شده در برنامه سفره دل با ما مشارکت بکنید. فقط خواهش من این است که بحث فقهیش رو مطرح نکنید، موضوعاتی که فقط بعد اجتماعی و بیشتر روانی و جنبه مشورتی داشته باشه. قبل از برقراری تماسی شما عزیزان، من چند پیامی که از طریق فیسبوک و از طریق SMS و واتساپ دست ما رسیده خدمت جناب دکتر عرض بکنم. جناب دکتر، بیننده خواهری فرمودن با عرض ادب و احترام و سلام، علیکم السلام. من دختری بودم 16 ساله. پدرم من رو به یک آقای همسن و سالش که 58 ساله بود مجبور کرد که ازدواج بکنم و با ایشون تشکیل زندگی بدم. الان 11 سال باهاش زندگی مشترک داشتم، اما ازش نه محبتی و نه خوبی دیدم. من از شما میخوام که منو راهنمایی کنید. الان بچه‌هامو برداشته رفته و من نمیدونم که چیکار بکنم. لطفاً منو راهنمایی کنید. من الان دیگه نمیخوام باهاش زندگیمو ادامه بدم. شما توصیه شما به این خواهر بزرگوار چیست؟ ببینید، قضیه اختلاف عمر
همیشه نباید بیشتر از اون حجمی که داره داده بشه. متاسفانه در جامعه همین که گفتند آقا طرف نمیدونم دختر 16 ساله‌ای بود به یک نمیدونم پیرمردی دادن، مردم همچین بزرگش میکنن. نه، این برمیگرده به شخصیت‌های خود افراد. خیلی وقتاست از این به اصطلاح ازدواجا از جمله موفق ترین ازدواجا میشه. به خاطر چی؟ به خاطر نوعیت شخصیت دختر یه شخصیتی هست که به اصطلاح هنوز دختر هست، نیاز داره به یک شخصیت پدرانه، یک کسی که به اصطلاح عطف پدری براش داشته باشه. وقتی که با همچنین به اصطلاح شخصی ازدواج میکنه، ازدواجش بسیار ازدواج موفقی خواهد بود. خب حالا این خواهر عزیزمون چرا مشکلشون به اینجا رسید؟ حالا این برداشتشون که خودشون عمرشون کم بود، شوهرشون زیاد بود، اینا سایه انداخت روی ازدواجشون. حالا این نیاز به بحث داره که باید با خودش بحث به اصطلاح بفهمونیم که مشکلشون از کجا بیشتر به اصطلاح بحث بده قصهشون تا بفهمیم که مشکلشون چی است، نوع شخصیتی خودشون چی بود، نوع شخصیتی شوهرشون. اما الان ایشون بچه دارن. اگر جناب دکتر چون بینندگی هم رو خط داریم به همین اینجا داشته باشیم تا خواهرمون در ارتباطشون قطع نشه. خواهری از ایران رو خط هستن. سلام بر شما، بفرمایید خواهرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهرم، در خدمتتون هستم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سلامت باشید. متشکرم. از برادران شیوخم جناب شیخ سلیمانی و شیخ دکتر عمران، ببخشید اینم که در مورد طلاق بود، اونا که صاحب بچه نیستند طلاقشونو بگیرن، نه صاحب بچه شدن هیچ وقت طلاق نگیرن، چون وقتی صاحب بچه شدن هیچ وقت نمیتونن طلاق بگیرن. یعنی شما میفرمایید اگر کسی میخواد طلاق بگیره قبل از اینکه بچه دار بشه طلاقش رو انجام بده که وقتی بچه دار شد دیگه اون موقع مشکلاتش بیشتر میشه. بله دیگه وقتی که صاحب بچه شد طلاق نگیره. خب حالا شاید بعد از صاحب بچه شدن هم شرایط به نحوی باشه که نتونه زندگی رو ادامه بده. نمیشه. مشکل میشه. ممنون از پیشنهاد، ممنون از راهنمایی شما خواهرم. متشکرم از شما. ممنون از مشارکت شما در این برنامه. جناب دکتر، ما ادامه پاسخ شما رو به سوال خواهر اولیمون که پیام فرستاده بودن بشنویم تا باز ان شاء الله تماس بعد. بله. این خواهر عزیزمون گفتن که به اصطلاح 11 سال رو با همسرشون سپری کردند، صاحب بچه شدن. عزیز من، اولا 11 سال شما سپری کردید، صاحب بچه شدید، یعنی همینی که صاحب بچه شدید این خودش بیانگر این است که شما با هم علاقه و محبت هایی داشتید و الا این بچه ها رو از گوگل شما دانلود نکردید. خب پس یک عشق و محبتی پیش شما بوده. حالا چه مسائلی باعث شده که این کم رنگتر بشه یا شما احساس کنید که وجود نداره، این برمیگرده به خود شما. به این قضایه رو باید یک مقدار بیشتر بس بدید. من فقط احساس میکنم، به اصطلاح قضاوت نمیکنم، احساس میکنم که به اصطلاح حرفای دیگران باعث شده که شما در حق شوهرتون بیمهری کنید و مسئله‌تون به اینجا برکشه. شما میتونستید این شخصی که از شما بیشتر عمر بیشتری داره، چون که قدرت شما بیشتر بود، توانمندی شما بیشتر بود، حرکت شما فرزتر بود، شما میتونید اینشون رو مثل یک اسیر دست خودت داشته باشید. حالا چرا نتونستی؟ این برمیگرده به خود شما. و اگر فرصت داری به خاطر بچه‌هاتون، چون که الان به اصطلاح ایشون طوری که شما میفرمایید الان باید بیش از 69 سال عمر داشته باشه، یعنی اینی که به اصطلاح و شما الان 27 سال عمر دارید. پس الان هم اگر میتونید زندگیتون رو به هم نریز و یه ترفند به کار بگیر و شوهرت رو به اصطلاح اسیر خودت بکن. زیاد فرصت ندارید برای به اصطلاح این ترفند، عمر زیاد اجازه نخواهد داد. پس به جای اینکه بیایی در آخر عمر حداقل شوهرت بیایی به اصطلاح زندگی رو به هم برزی، همون بهتر که یه ترفند عاقلانه به کار بگیری و بتونی شوهرت رو شکار کنی. در مورد خواهر عزیزی که به اصطلاح جناب دکتر اجازه بدید تا صدای برادرمون خلیل جان هم که رو خط هست بشنویم. برادرمون خلیل
سلام بر شما، بفرمایید قربان. بله سلام علیکم. سلام علیکم خلیل جان، بفرمایید. خلیل از آلمان رو خط است، بفرمایید. بله صحبت من درباره طلاق است. بفرمایید. اولا باید از آدم ببینه که چرا طلاق میگیرن. بله. علت طلاق مهم است. امروز دکتر صاحب از یک دید که صحبت میکنه، از دید آسیایی و در مناطق آسیا و عرب و مثلا یک دید جناب دکتر یک دید اسلامی بود. نه دید اسلامی. ما تمام بلومون مسلمان ها در مابین اروپا امریکا اینجا زندگی میکنن. یک طرفه امروز قضاوت در دنیای ایران هم که ما دیدیم امروز زن سالاری است. این زن سالاری شما چه نظری دارید؟ شما بفهمید نظرتون. نظر من است که طلاق باید است آدم بفهمه که همون خانم بسیار صحبت خوب کرد که از وقتی که اولاد آدم داشت باید کوشش کنه یک راه حل برای این طلاق نفره. این راه حل راه جدایی نیست. آیا این زنده که از این جدا میشه خوشبخت میشه یک آلی دست دیگران میشه، یا ایست که این زن از مرد جدا میشه با این زن دیگر خوشبخت میشه با این اولادایی که داره؟ نخیر. یک راه حل اسلامی دیگه راه حل است که باید است مهم که از اولاداست. اولادا در بین که هستن اینا چی یاد بگیرن از یا آینده دی اولادا که همه تو تیز میشن. کاملا برادر عزیزم آقا خلیل جان، برادر عزیزم شما برنامه‌های قبلی که ما در این موضوع داشتید مشاهده کردید؟ من همه برنامه از خط دارم، همه برنامه‌های طلاق از طرف طلاق، من سوالای دیگام دارم، سوالای فقهیش هم دارم. حالا شما گفتید ما در برنامه‌های گذشته برادر عزیزم ما برنامه‌های دیگری رو هم در این موضوع داشتیم و آنچه که شما می‌فرمایید ما کاملا با شما موافق هستیم و جناب دکتر هم موافق هستن. ما هیچ وقت دعوت و تشویق به طلاق نکردیم و ما این هفتمین برنامه‌ای است که در این موضوع صحبت می‌کنیم و در برنامه‌های گذشته به تفصیل درباره عواقب طلاق و پس زمینه‌های طلاق، پس لرزه‌های طلاق، راه‌های جلوگیری از طلاق، عوامل طلاق، همه اینا به تفصیل صحبت کردیم. اما در این برنامه فقط عرض این بود که اگر دیگه هیچ راهی نبود و واقعا مجبور شدن طلاق بگیرن چطور بشه که بهتر بشه. من که اینجا می‌بینم هر کسی که طلاق گرفته خصوصا زن‌ها در چادال در یک بسیار زندگی خرابه. مشکل. من تشکر میکنم از مشارکت شما. یک شوهر پیدا کرد بازیافت با اولادانه. متشکرم از تماس شما. متشکرم از صحبت شما. ان شاء الله جناب دکتر توضیح خواهند داد. احمد جان برادرمون احمد رو خط هستن هنوز از ایران. سلام احمد آقای عزیز از ایران رو خط هستن. سلام بر شما. سلام و رحمت الله آقا. بفرمایید برادرم، بفرمایید. صدای شما در استودیو در پخش. یک سوالی داشتم از دکتر. بفرمایید. خسته نباشین. سلامت باشید برادر. ممنونم از برنامه‌های خیلی خوبتون آقا. من در نوعی 30 سال ازدواج کردم. من باسوادم ولی خانمم بی‌سواد. بله. تا همین که الان هست 30 سال ازدواج کردیم هنوز بگو مگو داریم. خیلی هم شدید چون که هر مردی که میاد نصیحتی به خانمش میکنه بفهمن که دوستش داره دیگه، ولی خانم میگه به خاطر وسواس هستی، نمیدونه چه هستی. یعنی ایشون میفهمند که شما وسواس دارید؟ بله بله. الان مشکل شما چی است؟ چه موضوعی سر مشکل شما سر چه موضوعی است؟ مشکل ما همین هر یه روز در میون با هم بگو مگو داریم، یعنی اون صورت هم نیست. خب خودتون دلیل رو چی میبینید؟ چه دلیلی سبب شده که این بگو مگو ایجاد بشه؟ دلیلش اینه که من آقا میخوام تو که خودم باشم برام زندگی کنم، ولی اون نه، تو که خودش میخواد دیگران میخواد زندگی میکنه. آها. یعنی اختلاف سلایق شما سبب شده که مشکل پیش بیاد. بله بله بله. جناب دکتر ان شاء الله توضیح خواهند داد. ممنون از تماس شما. خیلی ممنون. مرسی. محمد ذاکردانم به عنوان آخرین بیننده برنامه امروز. سلام بر شما، بفرمایید. برادر عزیزم محمد ذاکر سلام بر شما، رو خط هستید، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. سلام خدمت استاد محترم و خدمت شما. ما میخواستم که یک موضوع را طبق اظهارات استاد مطرح بسازم و یک سوالم داشته باشم. ما با بعضی از صحبت‌های استاد موافق نیستم.
در این بخشی که تفاوت سن با دختر مرد با دختر تفاوت سن داشته باشه، در اینجا بسیار مشکلات‌های دیگر به وجود میاره. اولا از لحاظ اجتماعی مشکلات بار میاد، دوم از لحاظ توانایی جنسی. ببینیم ما انسان هستیم و دارای احساس هستیم و زندگی مشترک زمانی که صورت میگیرد باید به تمام خواسته های هم دیگر رسیدگی شود. متاسفانه شما مخصوصا ما شاهد هستیم که در افغانستان یک تعداد از خارج آمدن با سن یعنی سنایشون بسیار بزرگ بوده، کلان بودن، نسبت به دخترها آمدن ازدواج کردن و این ازدواج شما میفرمایید که شما صحبت شما درباره تفاوت سن این هست که تفاوت وقتی که زیاد شد مشکلات زیادی رو به بار خواهد آورد. موضوع بعدیتون برادر عزیزم، سوال بعدی. دقیقاً این مشکلات زیاد به وجود میاد. من می‌خواستم یک کوتاه، چون وقت ما پایان رسید، به خاطر کوتاه باشه ممنون میشه. بله خیلی کوتاه. اولا نمی تفاوت سنی خود از لحاظ امی نیازمندی های جنسی خودش بسیار مشکلات است که ما خود شاهد بودیم که خانم دست به فحشا زده. یک مورد مهمی است که اشاره فرمودید. بله سوال ما این است که خانم است که مدت 23 سال از شوهرش دور است. بله. و امی ازدواجم که صورت گرفته بر اثر توافق خانم صورت نگرفته. خب بر صورت که یا عرف جامعه بوده یا با زور بوده، بر شکل که بوده ازدواج صورت گرفته. 22 سال است که شوهر از خانم دور است و با وجود که دارای 5 فرزند است. در اینجا شوهر شاید خانم دیگه داشته باشد. در اینجا خانم یعنی میخواد که با شخص دیگه نکاح کنه، با وجود که برش رسیدگی نمیشه. خب از لحاظ مادیات درست است برش رسیدگی میشه، اما از لحاظ معنوی که شوهرش در پالوی باشه و یا از لحاظ جسمی که شوهرش در پالوی باشه، یعنی مدت 20-22 سال است شوهرش از دور است. در اینجا حکم اسلام و شرعی چی است؟ خانم چی باید کنه؟ خانم میخواد که نکاح دیگه کنه، ازدواج دیگه کنه، خواه شوهرش رضایت داشته باشه، خانه داشته باشه، میخواد که نکاح دیگه کنه. یعنی در این 23 سال شوهر پیش زن نبوده و هیچ نفقه براش خرج نکرده. نه نفقه براش خرج کرده. خود موضوع تنها موضوع نفقه نیست. محترم شوهر شوهر سال یک بار با پیشش میآید، مدت 1 ماه کنیم ما میباشه و میره دیگه از خانم یاد نمیکنه. در اینجا بسیار نیازمندی های دیگه، بسیار ضرورت های اجتماعی دیگه است که باید شوهر در پالوی خانم باشه. این نمیشه که یک شوهر تنها از لحاظ مادیات بکنه که بله سوالتون مفهوم بود. برادر عزیزم خیلی ممنون. خواهش میکنم از شما، متشکرم از تماس شما و همینقدر بسنده میکنیم. احمد جان فقط چند دقیقه دیگه وقت اضافه ما بدید تا ما سوالهایی که مطرح شد بی پاسخ نمونه. جناب دکتر من بدون ذکر سوالها فقط به پاسخ شما گوش میکنم. اگر سوالها رو دارید، اگر نه که سوالها رو تکرار بکنم. نه دارم. بفرمایید. در مورد به ترتیب به اصطلاح طرح سوالها در مورد برادری که از اروپا زنگ زده بودن، قضیه اینی که در اروپا زن سالاری هست و اینا، من با ایشون موافق نیستم. در اروپا مرد سالاری هست. در اروپا مرد مغرور زن رو آله شهوت خودش قرار داده و خب در مقابل این یه رد فعلی به وجود اومده، یه قوانینی گذاشته شده که این قوانین زن رو به نوعی از تمرد و سرکشی به اصطلاح وامی داره. اینجا در این مسائل ما میاییم چیکار میکنیم؟ حکم قرآن کریم حکما من اهله و حکما من اهلها، یه قاضی رو مرد اختیار میکنه، یکی رو زن اختیار میکنه، اینا میان اینجا حل و فصل میکنن که آیا اینا بودنشون در کنار هم بهتره برای خودشون و برای فرزندانشون. در هر خانواده‌ای چون فرزند وجود داره ما بگیم که نباید طلاق بگیریم. ما چی میخوایم بکنیم؟ ما میخوایم عاطفةً احساساتاً میخوایم که به اصطلاح این برای این فرزندان یک مخزن اجتماعی خوبی برای تربیت اینها به وجود بیاریم. اما وقتی که در این خانه یه جنگ هست، الان این خانه این دوتا با هم نمیتونن بسازن، این وجود فرزندان در همچنین وضعی برای فرزندان از نظر روحی، روانی و اجتماعی و تربیتی اونقدر ضرر داره که این فرزندان اگر یتیم باشند این ضرر براشون نیست، اگر پدر مادر از هم جدا بشند این ضرر براشون نیست. اینه که هر پرونده ای رو در جدا از هم اون قاضیای به اصطلاح افراد حکیم هر خانواده به اصطلاح میسنجند، اونجا میگن که باید اینا جدا بشن یا نشن. اما اینه که من بیام از راه دور بگم که چون که فرزند دارید بسوزید و بسازید، این درست نیست. چرا که این ساختن شاید من با این حرکتم بچه ها رو با یک نمونه
به اصطلاح مردود، یک نمونه نادرست در یک فضای نادرست بسازم، مجبور کنم که بچه‌ها در اون فضا باشن، خب این بچه‌ها چه از کار در خواهند آمد؟ دزد، راهزن، آدمای روانی، آدمای مشکل دار. حالا ببینید همین فرزندانی که از همچنین خانواده‌ای به وجود اومدن بیرون در زندگی آیندهشون، بسیاری از اینا وقتی ازدواج میکنن ناموفق میشن، در کارشون ناموفق میشن. به خاطر چی؟ به خاطر این فضایی که به اصطلاح اونجا بود. برادری که به اصطلاح از زاهدان تلفن کرده بود، قضیه عزیز جان در مسئله ازدواج، قضیه باسواد و بیسوادی، اینا حرفاییه که مردم میزنن. آقا باسواد و بیسوادی به مدرک با یک تکه کاغذ نیست، با درایت هست. خیلی از بیسوادها هستن که از خیلی از باسوادها عقل و درایت و شعور و فهمشون بیشتر هست. سواد غیر از نوشتن و خواندن هست عزیز من، یک فرهنگ هست، یک نمیدونم درایت هست. الان خداوند متعال از شما خواسته که لتسکنوا الیها بشید، در کنار هم دیگه آرامش پیدا کنید و مودت و رحمت باشید. اون وقت شما میگید که من میخوام اونطوری که من میخوام ایشون نمیاد و اونطوری که ایشون میخواد من نمیام. پس حکایت اینجا یک نوع خودخواهی هست عزیز من. یک چیزی هست اسمش هست مودت و یک چیزی هست رحمت. مودت یعنی عشق و عاطفه به وجود اومدن، محبت به وجود اومدن. نیومد رحمت هست. رحمت یعنی چی؟ یعنی من گذشت کنم، یعنی شفقت بدم، یعنی من از خودم مایه بذارم. همونطور که شما میخواید بگه اون رو عوض کنید، ایشون میخواد شما رو عوض کنید. شما اصلا به اصطلاح اشتباه فکر میکنید عزیز من. شما قضیه ازدواج، وقتی ازدواج کردید شما با خدایتون عهد و پیمان بستید که این دختر رو خوشبختش کنید. ایشون هم با خداش عهد و پیمان بست که شما رو خوشبخت کنه. الان اگر ایشون بنا به ادعای شما در این مسیر کوتاهی میکنه، شما چرا کوتاهی میکنید؟ اگر شما خوبی کنید دشمن رو برای خودت عزیز میکنی. حالا اینکه همسرت هست چطور نمیتونی به اصطلاح به دستش بیاری؟ عزیز دیگه ای که به اصطلاح روی قضیه تفاوت عمر حرف زده بودن، بله حق با ایشون هست که تفاوت عمر به اصطلاح از دور وقتی ما میشنویم بله همچنین پیامدهایی میتونه داشته باشه، اما باید هر پرونده رو به تنهایی نگاه کرد عزیز من. همه دنبال قضیه شهوت نیستند یا مثلا مسائل جنسی اشباع کننده افراد نیست. قضیه برمیگرده به نوعیت شخصیت-های افراد مختلف هستند. همه فتوکپی من و شما نیستن. بعضیا به اصطلاح یه دختر خانومی هست، شما بهش بیاید بگید که یک پیرمرد 60 ساله میلیونر هست، این رو میخوای؟ یا یه جوونه به اصطلاح هم عمر خودت، آقا پهلوان پنبه هم هست، نمیدونم در مسائل جنسی 20، میگه که آقا من اون پیرمرد رو میخوام، پول داره. خب یعنی چی؟ این شخصیتش اینطوری است که اشباع شخصیتیش با این میشه که لباس خوب بپوشه، خودش رو جلوی مردم پوز بده، نشون بده که به اصطلاح پولدار هست. به این صورت اشباع میشه. در ثانی هر چیزی که ما از دور میشنویم که آقا یه پیرمرد 50 ساله یه دختر 20 ساله رو گرفت، ما بیاییم به اصطلاح اینجا برای خودمون قاضی بشیم، اولا ما این حق رو نداریم، دوما این یک ظلم اجتماعی است. عزیز من شما یه سری به همین فامیل بزن ببین که اصل حکایت چی هست. حکایت این دختره 20 ساله با ازدواج با این 50 ساله چه بود؟ مسائل اجتماعی دیگه هم اونجا هست. دختره 20 ساله‌ای هست، بله از یه خانواده فقیر اجتماعی است، طلاق داده شده، 2 تا بچه هم براش گذاشتن. این رو کی میخواد تو اون جامعه بگیره؟ براش یه فرصت ازدواج پیش اومده از یک مرد به اصطلاح 50 ساله، به اصطلاح این مرد 50 ساله بسیار انسان خوبی هست، بسیار فلانی هست. این دختره با 2 تا بچه در اون فقر مدقع زندگی میکنه، با رضایت خودش، با عشق و علاقه خودش اومده زن این فرد شده. الان ما اینجا اومدیم دعوا را میندازیم که چرا 50 ساله 20 ساله رو گرفته. نه، هر پرونده ای رو باید به تنهایی و در فضای خودش بررسی کرد. از اینکه ما از دور بیاییم به اصطلاح قاضی بشیم، این کاملا کار نادرستی هست. در مورد اون خانومی که به اصطلاح شوهرش 22 ساله که ازش جداست و به اصطلاح بهش نمیرسه و فلان، بله خداوند متعال همونطور که به مرد این اجازه رو داد که به اصطلاح این فرصت رو داد که در به اصطلاح بنبست زندگی بیاد مسئله طلاق رو مطرح کنه، به زن هم این فرصت رو داد که بیاد مسئله خلع رو مطرح کنه، که اینجا اگر زن واقعا همچنین حالتی داره میتونه با قاضی شرع منطقه این مسئله رو خانواده مطرح کنن
آقا رو یا مجبورش کنن که زنش رو پشت خودش ببره، این حق زن هست، یا اینی که به اصطلاح زن اگر میدونه که به اصطلاح فرصت جداییش براش بهتر هست، مصلحت خانواده و فامیل همه اینا به اصطلاح این رو مصلحت میبینن، بله میتونه از قاضی شرع بخواد که از شوهرش جدا بشه و خلع بگیره. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از فرمایشات شما و چون وقت ما یک حدود 10-12 دقیقه هم گذشت از وقت برنامه خودمون، من از طرف بینندگان عزیز از شما خداحافظی میکنم جناب دکتر عزیز. همچنین از همه شما بینندگان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. از عزیزانی که پشت خط موندن معذرت میخوام. ما در خلال هفته میتونید سوالهایی رو که دارید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو از طریق واتساپ، فیسبوک، تلگرام و SMS از طریق پیامگیر صوتی با ما در میان بگذارید. ان شاء الله در برنامه بعدم تماس‌های تلفنی رو هم خواهیم داشت به صورت زنده و سعی می‌کنیم وقت بیشتری رو در خدمت شما عزیزان بگذاریم تا اگر موضوعی دارید مطرح بکنید. تشکر خاص از احمد جان کارگردان برنامه، رفیع منیر احمد، از فرید احمد جاویدجان عزیزانی که پشت صحنه تلاش می‌کنن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار بشه. تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما.